سلام به دوستای گلم، خوش اومدید به یک ویدیو دیگه و یک معرفی کتاب خفن دیگه با یک اثر خیلی خوب و درخور دیگه. امروز اینجاییم تا با هم دیگه کتاب سمفونی مردگان اثر آقای عباس معروفی رو با هم دیگه بررسی کنیم و یک معرفی کوتاه ازش داشته باشیم. کتابی که میدونم احتمال خیلی زیاد اگر یکی از اقوام شما، آشنایان شما یا دوستان شما کتابخون باشن 100% اسمش رو شنیدید یا توی طبقه دوستانتون این کتاب رو دیدید. کتابیه که خیلی مشهوره، به جرئت میتونم بگم یکی از مشهورترین و محبوبترین کتاب در ادبیات فارسیه و همچنین محبوبترین کتاب و پرفروشترین کتاب آقای عباس معروفی هم هستش. این نویسنده که ما یک ویدیوی دیگه معرفی و بررسی از کتاب نام تمام مردگان یحیی السم داشتیم، نویسنده خیلی قابلیه دیگه، شما همتون رو میشناسید، لازم به معرفی کردن خود آقای عباس معروفی به نظر من نداریم و بریم که این شاهکار رو با هم دیگه بررسی کنیم. قبل از هر چیزی خیلی خوشحال میشم اگه ما رو در کانال یوتیوب سابسکرایب کنید، در فضای مجازی دنبال کنید، چون یه حمایت خیلی بزرگ از مجموعه کوچیک ماه. برو که بریم. طبق روال همیشگیمون میایم ما اول صحبت میکنیم که چه نسخه‌ای، چه نشری و از کجا این کتاب رو تهیه کنیم. نسخه پیشنهادی خودم برعکس خیلی از آدمای دیگه که تو این حوزه فعالیت میکنن، برخلاف نظر خیلیا، سمفونی مردگان نشر گردونه. دلایل خودم رو دارم، توی ویدیوهای قبلی هم راجبش توضیح داده بودم که توی نام تمام مردگان یحیی السم من خودم از نشر گردون تهیه کرده بودم. این کتاب رو من از نشر گردون تهیه کردم. کلا به نظر من نشر گردون، میدونید چی میگم، چون خود آقای عباس معروفی یکی از پایه‌گذاران نشر گردون بوده و مبدأ این نشرم توی آلمان بوده، بهترین و کاملترین نسخه از متن رو به ما تحویل داده. نویسنده ایرانی، مترجم نداره که من بیام در مورد مترجم صحبت کنم، زبان اصلیه. پیشنهاد من در کل نشر گردونه، دلایل من مطرح کردم. حالا اینکه این کتاب رو از کجا تهیه کنیم، اونم وقتی که نشر گردون خیلی وقته که این کتاب رو چاپ نمیکنه و وضعیت نامعلومی داره و بیشترین نسخه‌هایی که ما توی بازار می‌بینیم نشریه که بیشتر شما با همون میشناسید. من درست نیست نام ببرم چون که پیشنهادشون نمی‌کنم. خودتون میدونید منظورم چه نشریه. نشر معروفیه و فروش کتاب‌های آقای عباس معروفی هم توی ایران و بازچاپ اونام دست همین نشره. من اون رو پیشنهاد نمی‌کنم به دلیل اینکه این کتاب با اون کتاب یک اختلاف 60-70 صفحه‌ای دارن و با اینکه سایز کتاب‌ها یکیه، با اینکه فونت‌ها تقریبا یکسانن، اما یک اختلاف 60-70 صفحه‌ای چیزی نیستش که بشه ازش چشم پوشی کرد. یک اختلاف خیلی بزرگیه که ما بین این کتاب از این نسخه و اون نسخه داریم. به نظر من یک جای کار میلنگه این وسط. حالا به خاطر سیاست‌های داخلی نشر ترجیح دادن بعضی از چیزا خلاصه تر بشه یا کارگردانی رو عوض کنن، من دقیقاً نمیدونم. من اون یک نشر رو که دارم درش صحبت میکنم در حدی خوندم که یک بار خونده باشم، تجربه کرده باشم. من 3 بار با نشر گردون خوندم و 1 بار اون نشر. نمیتونم بگم که دقیقاً تفاوت‌ها کجاست، اما تفاوت‌های حس میشه. یه ذره اون نشر این کتاب رو نرم‌تر کرده، مخصوصا تو مسائل انتقادیش. در کل اینم از نسخه که من پیشنهاد کردم، چون که الان موجود نیست در بازار. توی چنل‌های تلگرامی دنبالش بگردید، فایلش هست، فایلش به فروش میرسه و اینکه میتونید اگرم دوستی، آشنایی، جایی دارید یا اینکه اگر این کتابو نسخه سال 1368 رو پیدا کردید، از اونها میتونید تهیه کنید یا اینکه برید واسهتون چاپ کنن. به نظر من بهترین حالت خوندن این کتاب همینه. بریم در مورد خود کتاب میگذره با هم دیگه صحبت کنیم، یک گپ کوتاهی داشته باشیم. خود کتاب در مورد مرگ، دقیقاً مثل بیشتر کتاب‌های آقای عباس معروفی، این نویسنده بیشتر تلاشش رو کرده تا مفاهیمی مثل مرگ، عشق و اون مرز باریک بین مرگ و زندگی رو برای ما شفافتر کنه و به ما بفهمونه. و با خوندن کتاب‌های آقای معروفی 100% ما به این جزئیات، به این نمادها میرسیم، مثل
خود فاصله باریک بین مرگ و زندگی. و خیلی جذابه که بعضی موقع‌ها خصوصا توی این کتاب به ما میفهمونه که بعضی از زنده ها هستن که این مرز باریک رو رد کردن و فرق با یک مرده ندارن و نه فقط به خاطر دلایل مثلا دلایل معدود، نه، با دلایل خیلی زیادی، با مشکلات و مشخصه های خیلی زیادی این اتفاق میفته و خیلی جالبه که همش هم به خوبی به تصویر کشیده. خانومایی هستن که به خاطر نبودن فضا برای ابراز علاقه خودشون، برای ابراز احساسات خودشون و همینطور شکوفا شدن استعداد خودشون و بند شدن توی خونه و تو این کتاب صراحتاً میگه آشپزخونه و اونا بعضیاشون فرقی با الان دیگه با مرده ندارن، این مرز باریک رو رد کردن. مشخصه های دیگه به ما میده، مثل آدمایی که از معلولیت، آدمایی که از دانایی بیش از حد، آدمایی که از نادانی بیش از حد فرق با مرده ها ندارن. این کتاب اسمش به نظرم خیلی مناسب، خیلی خوب انتخاب شده، سمفونی مردگان، و کامل میاد کل چیزی که ما از یک سمفونی که به نام مرگ باشه انتظار داریم رو برای ما تهیه میکنه، برای ما درست میکنه و اون فضای فکری رو برای ما گسترش میده. و دقیقا مثل کتاب قبلی که بهتون معرفی کرده بودم، قلم آقای عباس معروفی شاهکاره. این کتاب رو حتما بخونید. از ادبیات سیال هم هستش. ادبیات سیال هم حالا بخوام توضیح کوتاه بدم در مورد اینه که فکر پراکنده یک شخص، فکر پراکنده یک بیمار و این چیزاست. یعنی کارگردانی داستان حالت وهم داره، حالت گیج داره و تصویرها یک در یک با هم دیگه نمیان، یعنی روی یک منطق داستانی نیستن. یک پیچش خاصی داره و به صورت یک وهم، به صورت یک خیال برای ما تعریف میشه. نوع روایت سیاله و نوع نوشتن این کتاب هم سیاله. این کتاب واقعا یک کتابیه که من از خوندنش لذت بردم حداقل و خیلی چیزای مختلفی هم به من یاد داد. از جمله همون داستان مرز باریک بین مرگ و زندگی یکی از اون داستانا بود. از لحاظ انتقادها و نقدهایی که آقای عباس معروفی به حالا اتفاقات جامعه، به حالا اتفاقات مختلف داشته، این کتاب غنیه به اتفاقات سیاسی دور اطرافش، جبر منطقه‌ای و ورود متفقین به ایران در جنگ جهانی دوم و خیلی چیزهای دیگه واکنش نشون داده. از لحاظ دینی کمتر، یعنی انتقادهای دینی کمتر نسبت به مثلا بقیه کتاب‌های خود آقای معروفیه. اما این نویسنده تمام تلاشش کرد که طبق شرایط جغرافیایی ما حزب‌های مختلف رو برای ما شرح بده، یک نمایی از آنها به ما بده و بتونیم یک گستره فکری داشته باشیم برای فکر کردن و تصمیم گیری بهتر در مورد اونا. کتاب ارزش ادبی خیلی بالایی هم تو ادبیات فارسی داره. یعنی اینجوری نیستش که یک کتابی باشه الکی معروف شده باشه. من اصلا برای همین توی معرفی کتاب آوردم. درسته که خیلی هم ممکن بودش که این کتاب رو بشناسن 100%. اگر یک ذره کتاب خون باشه، خب این کتاب رو میشناسی، اسمش رو شنیدی یا حداقل توی ویترین مغازه ها دیدی. اما تلاش من بود که یک معرفی داشته باشم و بعدش هم یک ویدیو پشتبند تحلیل و موشکافی داشته باشم از این کتاب و به این بهونه بود که من این ویدیو رو ساختم حول محور این کتاب فوق‌العاده که پر از نقدهای ادبی، پر از نقدها و انتقادات شدید سیاسی نسبت به منطقه خودمون بود. از شاه اون زمان گرفته، از چپ‌های اون زمان تا حتی انقلابیون و یک عده آدم دیگه. و خیلی خوب و با قلم جادویی خودش این رو به ما رسونده، این پیام‌های مهم رو برای ما گذاشته. پر از نمادهاست و اون قلم اسطوره‌ای رو هم حفظ کرده. و اینکه به نظر من توی قفسه هر کسی جای این کتاب میتونه خالی باشه. متاسفانه بعضی موقع هستش که ما کتاب‌هایی رو اسمش رو زیاد شنیدیم و از خوب بودن آنها مطمئنیم، اما بعضی موقع‌ها انگار پیش نمیاد یا اینکه دلمون نیست یا تنبلی میکنیم اون کتاب‌ها رو نمیخونیم.
میدونیم خوبه، میدونیم یک اثر مطمئن و ایمنه، میدونیم که قرار فضای فکری ما رو بازتر کنه و خیلی خیلی چیزهای دیگه به ما یاد بده، اما متاسفانه این تنبلی است که نمیذاره ما این کتابا رو بخونیم. من میدونم که خیلی ها هستن این کتاب رو میشناسن و احتمالا به هر کسی که بگی شاید حتی از کتاب هم سر در نیاره و کتابای زیادی نخونده باشه، این کتاب رو بدونه، در موردش شنیده باشه اما هیچ وقت اون رو نخونده باشه. شاید این ویدیو یه بهونه‌ای هم باشه که اگر یک کتابی رو از خوندنش مطمئنید و اون ثابت شده است و آدم‌های زیادی میان از اون تعریف میکنن، بی‌دلیل نیستش، به خاطر ثابت شدگی نویسنده، اون داستان و گیرایی اونه که اون انقدر محبوب شده بعضی اوقات. و این کتاب هم دقیقاً توی اون دسته قرار داره. اگر این کتاب رو خونده بودید که خیلی ممنون میشم که تجربیات خودتون رو توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید تا با هم دیگه در پیرامون همچین کتابای گفتگو کنیم. خیلی خوشحال میشم اگه کامنت بذارید. و اینکه اگر این کتاب رو شنیده بودید راجبش و تا الان نخونده بودید، پشت گوش گذاشته بودید، یا حتی بعضیا توی طبقه کتاب خونه‌شون هستش و نخونده بودن، این یک بهونه‌ای میشه که بالاخره این کتابو بخونن. این کتاب ثابت شده است و واقعا هم به نظر من نیازه که همچین کاری انجام بدیم. شب و روزگارتون خوش. خیلی ممنون تا اینجای ویدیو همراه من بودید و تا یه معرفی کتاب دیگه، تا یه ویدیو دیگه، خدا نگهدار.